اینجا دفتر روزنامه‌های آلمان در شهر فرانکفورت هست. من مسعود فتحی هستم، فعال مدنی، همراه با جهانگیر عبداللهی فعال مدنی اعتصاب غذای 3 روزه کردیم و تعدادی از فعالین کرد و دوستان در این تحصن شرکت دارند. هدف ما محکوم کردن اعدام به عنوان یک جنایت دولتی است و محکوم کردن سکوت رسانه‌ها و دول جهانی، مخصوصا اروپایی ها، در قبال اعدام هایی که دولت ایران انجام میدن. ما بر این باوریم که مخصوصا الان که تفاهم میان ایران و غرب، یه جورایی ایران و غرب با هم کنار اومدن و این میتونه خطرات رو بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و کل زندانیان محکوم به اعدام در ایران زیاد کنه. و همین خاطر اونچه که الان به نظر ما لازم هست که انجام بگیره، اکسیون هایی است در سراسر جهان برای محکوم کردن اعدام، برای اینکه جمهوری اسلامی از این فضا نتونه سوء استفاده کنه و با فراغ بال به اعدام هاش ادامه بده. متاسفانه چند روز اخیر هم دولت ایران در قزلحصار، در زندان قزلحصار در کرج 10 نفر رو اعدام کردن. همین دیروز 4 نفر در جنوب ایران اعدام شدن و اگر فعالین مدنی و جامعه مدنی یا همون با تمام اپوزیسیون اگر یه جورایی در مقابل این جنایت‌های جمهوری اسلامی وای نستن و دنیا را از وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران مطلع نکنن، باید منتظر جنایت بعدی رژیم هم باشیم. خیلی ممنون آقای فتحی، موفق باشین. گویا این حرکت شما حرکت خودجوشی بوده. آیا هیچ حزب و یا اینکه جناح‌های سیاسی از شما حمایت کردن؟ عرض کنم که بله، ما با عنوان فعال مستقل این حرکت را آغاز کردیم و دیروز کومره زحمتکشان کردستان از ما حمایت کردند، کمیته فرانکفورت و آلمان و حزب حیات آزاد کردستان پژاک هم حمایت کرده تا کنون. یعنی امروز، در واقع امروز به عنوان روز دوم تحصن باید منتظر بمونیم ببینیم چه کسانی از ما حمایت میکنن، چه جریان هایی، و اینکه آیا در شهرهای دیگه و در کشورهای دیگه همچین تحصنایی برگزار میشه یا نه.